خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. میخوایم بریم مافیا بازی کنیم. انشالله که دوست داشته باشین. داخل کامنت ها بگیم بازم ویدیو مافیا بذارم یا نه. من به هر کدومتون یه کارت نقش میدم. امیدوارم نقش مورد علاقتون بهتون بیفته. یارم هم 10 سلام گایز، خیلی خوش آمدید. تارگت میدم به شما. خیلی خوشحالم به شما بازی. نفر بعد ترسیدم. سلام بچه، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. تارگت می‌هار هفت، همین دو تا بس بازی بچه. نفر بعد سلام بر صدت دو بازی خیلی خوبی در من داشته باشیم و در بازی در آخر بازی ازت چالش رو بده من و موافقت اطلاق کنیم. موافقت اطلاق نقش برعکس همگی روز دوم اطلاق نقش میکنیم، چون اگه امروز اطلاق کنیم پدرخوانده ما رو ناتویی میکنه و یا کاراگاه و یا دکتر و یا جان سخر رو ناتویی میکنه. این به ضرر شهره. همه روز دوم اطلاق. چرا میگی نه؟ ناتویی بشیم نفر بعد بدتر. اگه نه دو بازی ادامه حرفت همین بود. خب شماره 3 بازیتون هستم، خوشحالم باهاتون بازی کنم. تارگت نمیزنم. یار من چرا رفت بیرون؟ شما 6 شماره روز یک میایم. دلیل تو بگو که روز یک و اطلاق نقش تو. نفر بعد به نام خدا که نقش مهمی داره دونات نمیدونم. سلام عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم که بازی خوبی در کنارم که بسازیم بدون مشکل بدون درگیری. تارگت دلی میزنم 10 بازی 5 بازی 6 بازی دلی بدن نگیرید. دو بازی چه فرقی میکنه؟ روز اول مافیا شهر رو شاس کنه یا روز دوم؟ نه ببین، تازه اگر نقش رو بشه دکتر میدونه کدوم نقش مهم سر سیو میده. فهمیدی؟ الان شاید مافیا شانس زد کارو بدرم. استعلام یه مافیا شهر کی میخواد بگیره؟ پس من میگم روز اول است. نفر بعد سلام بچه‌ها، من جان سخته شهرم. آقا من الان استعلام اگر هر کی آقا هر کی مافیا امشب استعلام خودشو بده. فهمید؟ استعلام خودشو بده آقا. من نظرم سر این شماره 8 استعلامه، چون از همین اول بازی داره 2 نفر رو تارگت می‌زنه. شاید این آدم پنج کرموز یه شکای دارم. آقا من نفر بعد 4 بازی نوار خالی پر نکن. الکی چی بلند میشه حرف میزنی؟ تارگت های دلی بازی رو میزنم. 4 بازی 3 بازی 7 بازی چالش میدم. 9 بازی به چرخه روز دو اطلاق. نفر بعد عرض ادب و احترام نه پوزیشنم. ببین قشنگم هر چه واسه خودت میگی اطلاق کن، بعد آخر سر دیگه اطلاق کن. اول بعد اطلاقاتو می‌کردی، بعد حرفتو می‌زدی. 5 بازی وقتی جان سخت بازیمون اطلاق کرده تو اطلاق نمی‌کنی، هفت از اطلاق نداری. 5 بازی چالش بگیر اطلاقاتو بکن. شهر ساده تونم 2 بازی تو هم بعد چالش بگیر اطلاقاتو بکنی. شهر ساده. ببین 2 بازی مافیا خوندی. 2 بازی اولش هم نمی‌خواستی اطلاق بکنی. یا ببین 2 بازی دارم. 2 بازی مافیا خوندی. دکتر پروازتو بزن برو بیرون. 2 بازی. آره دیگه. 5 تو هم نفر بعد سلام دوستان، امیدوارم که بازی خوبی باشه بدون دعوا و درگیری. فعلا تارگت نمیزنم. من کارگاه بازم کسی ادعای داره؟ نفر بعد دوستان صدا میاد؟ سلام و عرض ادب خدمت کسانی که دارن بازی می‌کنن. داشته باشید. بچه‌ها کارگاه بازی هم کسی ادعایی نداره. کارگاه کی ادعا نداره؟ ادعا من به شماره آفرین شماره 4 می‌خواستم بگم دیسکانکت شد. ببینید من به شماره 4 که همین الان دیسکانکت واقعا تارگت میزنم. واقعا رو مخونایی که با هم موافقه یه لاش بدن. نفر بعد نه بازی تو خودت هم استقلال نقش نکردی. چی ببخشید 9 نه 4 استقلال نقش نکردی. یک دوم 4 بازی من تارگتمو دلی زدم. نگفتم قطعیه. حالا دیسکانکت نیست. ببین قشنگ باشه. من تارگتمو دلی زدم. هر کی تارگت دلش روز اول میزنه. پس نمیشه که من میگم این یک دو. رقم کسیش که بزن کسی ادعایی داره. خیلی عملی. نفر بعد نوع بازی اطلاق کنیم. من اصلا ترسی از اطلاق ندارم. به نفع شهر داشتم صحبت کردم. حرفه‌ای بازی هستم. کسی ادعا داره حرفه‌ای بازی هست. تو دیدیس 7 بازی ادعا داره. همین الان گفتی کارگاهی. ببین 7 بازی اصلا حواست نیست. 6 اومد گفت کارگاه. کجایی؟ 6 نگفت مگه کارگاه. لایکا رو ببینم. 7 بازی تو باغ هستی. 3 بازی اطلاق نکرده. چالش بگیر اطلاق کن. 4 بازی اطلاق نکرده. 5 بازی نمیدونم اطلاق. نفر بعد 5 که اطلاقش نکرد. 5 بازی همین الان چالش آفرین بهت.
حالا دیگه ده بازی تو هم به سه شارژ. فکر کنم شاره گفته بود جان سخت بازی. هفته بازی داداش شیشه رو نمیبینی گفته بود کارگاه بازیه. بعد میگه هفته بازی می‌خواستم هفته به شاره بگم دیسکانکت بشه. بعد گفت خوبه تا حالا دیسکانکت شده. جان سختمون دیسکانکت بشه خوبه. هفته بازی جان کن هفته بازی. جان سخت شاره بازی دیسکانکت شد. هفته بازی تو هم مافیایی. ای بابا هفته مافیا. نه دیگه پلن شدن شاره خوش. نفر بعد. آ شهردار بازی هم کسی ادعا داره؟ شهردار ادعا داره کسی؟ نفر بعد. من شهروند بازیم. کسی ادعا داره؟ شما ادعا داری؟ شماره 9 امروز به گردن من میره بیرون. برو بیرون بابا. شهروند خودمم. شما 9 و 7 جفتشونم مافیان. خدا به ده هر کی میخواد بده. شما توی بازی خود میگه شما چالش میگه اطلاق با وحشیای آمازونی مگه میدن؟ نه وحشیای آمازونی میدن. بده نگان چالش سرنگونو. دکتر بازی کسی ادعا داره؟ دکتر بازی همه لایک دیسلایکش بدی اگه ادعا نداری. خب بریم سراغ رای گیری. آفلاین اصلا حرف نمیزنه. نفر بعد. دوستان دیگه دیدی شماره 9 دختره پشت سر من یه حرفی زد شما اومدید به من رای دادید. دیگه والا دیگه همتون دیگه شماره 9 اومد به من یه چیزی گفت. دیگه شما هم والا شماره 9 دختره همه رو حرفشو قبول کردید. فقط صدای گوشتون کم کن. ببین شما شیشه بازی که از من اسکی میدی. ببین سگ به دست و عصب دست افغانستان ناموس ارادت به خواب نیمروزی بریم. بیادم کدوم انتخاب میکنید؟ کم. خب خیلی هم عالی بیخوابی. چالش میدم توی بازی. هفته بازی که رفت بیرون نشد جان سخت استعلام بگیره. شهردار بازی هم دیگه نمیدونم چی بگم. اطلاقم بکنین همه. نفر بعد. آقا ببین اینجا نمیخونه او منطقی نیست. الان 9 و 10 بازی بینشون یه ماف میخونه هیچ کدوم نمیاریم بالا. 9 و 10 هر دو گفته شهروند سادن چیکار دارین میکنین؟ 4 و 3 بازی اصلا رنگ باقین یا دارین چیکار میکنین؟ پیشنهاد من اینه 1 و 6 باید درست آفن ولی میدونی اینجا شده گره شهر چون معلوم نیست الان کد دزدی شده یا نه. 9 بازی الان اگه کد دزدی هم کردن معلوم نیست که ما چه میدونیم کد دزدی اونا برن بیرون گره شهر به نظر من بازی. نفر بعد. دو بازی نه برای من شهر کاملا سفیده برای من. حالا الان بگم زیادی پاچه کاری بکنم میگید آی نه پاچه کاری میکنه آی نه مافیا این دو تا یار همن و اینا. برای نظرم نه برای من سفیده. اون یکی هم که مافیا میخونه نه بازی گفت شهروند زادم زبانم گرفت. شهروند زادم هیچ کس ادعا نشد. بعد برگشتم که من شهروند زادم. خب اینم خیلی زایس از نظر من. این یکی بازی بود گفت به حرف نه بازی دارید منو میندازین بیرون درسته؟ یک بود یا 10 کدوم بود؟ یک بود. نفر بعد. خب دوستان میخواین من قسم بخورم من شهروند بازی هم. خب شما الان داره کد دزدی میکنه. الان بعد من هم خودش میخواد صحبت کنه. خب شما الان داره کد دزدی میکنه. من شهروند ساده بازی هم. کسی ادعا داره؟ شما ادعا داری باش. شما به گردن من میره بیرون. به گردن من میره بیرون. نفر بعد. ده بازی چی میزنه؟ اون موقع که من گفتم شهروند ساده بازی هم تو کجا بودی ها؟ تو لالا بودی؟ کجا بودی؟ من میخوام بدونم. اون موقع من لایک تو رو ندیدم. ده بازی جان کن موقع ده بازی مافیا بزنی قسم بخور دیگه. من قسم کنم به جان پدرم خدا بزنم قسم به والله من شهروند ساده بازیتونم. میدونم یه هشت که همینجوری من سفید داره دیگه کلا قسم کنم من سفید داشته باشید. ده رو گردن میگیرم. دو بازی این یک و 6 بازی دیسکانکسی هم میرم بیرون. فهمیدی؟ ده رو گردنش میگیرم. نفر بعد.
یا اصلا منم قسم بخورم به جان پدر مادرم به قرآن من همین الان اینجا نوشته شهروند ساده بازی هم خودمم چالش رو هم میدم به شما نو بیا حرف بزن ببینم چی میخوای بگی به والله به قرآن قسم من شهروند ساده بازیم. نفر بعد. ده بازی یه لحظه می‌خواستی بگی من مافیای بازیم. ده بازی یادم چقدر میتونه بی‌ناموس و بی‌غیرت باشه که جون پدر مادرشو بخاطر واسه قسم بخوره اونم الکی. ده بازی جمع کن بازی تو پاکو مچ کن. این بازی به دردتون نمیخوره جون پدر مادرتو قسم خوردی ریدی. ببین ده بازی اون دیسلایکو برعکس کن بشین روش. ببین تو هم اصلا بازی فن عموسوری بوده من. ببین دو بازی ببین دست اسکوپ هم دیگه بازی کردیم. دو بازی با هم دیگه مافیا شده بودیم. دو بازی ده هر گردنش میگیرم. نفر بعد. ده بازی شهری یه لحظه دارم صحبت کنم. ده بازی شهری لایک تو ببین. شهری شهروند ساده ای. آقا تو امروز شهری دیگه فدای شهر شو. اگه فردا تو خوندی شهر 9-8 میشن ماف چون 8 اومده پشت 9. خب اگه خوندی ماف که هیچی. اگه شهر بودی فدای شهر میشی. 9-8 با هم میخونن ماف چون هر دوتا پشت من روال بازی روال شد دیگه. اگه ماف بودی هم که من خودم دارم پشت 9 بازی میکنم. 9 بازی راستی بهم یه درخواست دوستی بده بهت دادم با خطا مواجه. نفر بعد. الان کسی واسه من مافیا نیست. من دکتر بازیم. اگه شماره 10 نباشه شماره 9 و 8 دارن همدیگه کاور میکنن. خیلی زایین اون موقع. اگه مافیا باشین خیلی زایین. به 8 میدم. حرفتو بزن. نفر بعد. دو بازی اصلا به کاپاس نمیخوره. یعنی کاپ من از تو پایین‌تره با این حساب کاربری که وارد مافیا شدم ولی اصلا به کاپاس نمیخوره. من ادعا کردم روانپزشکم هیچ کس ادعایی نداشت. الان میگید نوع بازی رو 8 بازی دارن همدیگه رو کاور میکنن. اگه نوع بازی مافوت 8 بازی هم مافوت چه ربطی داره؟ وا حالا واسه یه نفر نقش منو گرفته بود کد دوزی کرده بودم یکی کد دوزی کرده بود باز میشد یه احتمالی داد. دو بازی اصلا به کاپاس نمیخوره بازی. نفر بعد. آقا اینجا شهر بازی کیه؟ شهر بازی چند نفره؟ ها؟ شهر بازی این 3 نفره دارین میگین شهر بازی. من از اول بازی گفتم جان سختم و هنوزم میگم جان سخته. آقا شماره 9 و شماره 6 دارین این همه فوش میدی. شماره 9 ناموس شماره 6 هم دیگه نگی. آقا یعنی چی؟ میریم سراغ رای گیری. حالا من اومدم دفاعیه. خب من جونم فدای شهر میکنم. خب بعد من جان سخت استعلام بگیره مافیا نبودم شماره 9. حالا شماره 4 گفت فوش ندید. فوش که نمیدم این بکنم. ولی بعد من 100% 9 8 مافیان جفتش هم مافیان 9 مافیاس 8 هم داره زیر دستش باز میکنه. چه کسانی به ایشون رای میدن؟ کدوم انتخاب میکنید؟ فقط من موندم یارش از عباسم. بریم برای شب اول بازی. همه آماده با اعلام من 3 2 1 شب. تیم مافیایی بیدار شن. دکتر لکتر انتخابت رو به من بگو. متشکرم. امشب یه شاتش بزنم. وای نه چرا اینو زدم. با اعلام من 3 بعد 2 1 روز. صحبت خاصی ندارم. چالشم میدم دو بازی. خب الان دو که حرفه‌ای درست دو که حرفه‌ایه. 6 هم که کارگاه ادعا کرد که کارگاه. هفتم که چی بود؟ هفتم که ماف بود اونم اوکی. 10 بازی هم که اونم ماف بود. 4 هم که جان سخت بود. دیگه الباقیشو یادم نمیاد. نفر بعد. خب آقا الان عالیه بازی. 9 بازی اینجا 100 میخونه سفید بازی. 8 بازی اینجا 100 میخونه سفید بازی. و اینکه اینجا یعنی یک بازی میخونه ماف که دیسکانکته. نمیدونم والا. 9 بازی تو ایده دیگه داری؟ نمیدونم. 3 و 5 بازی بی زحمت یه بار دیگه اطلاق کنیم. والا من نقشتون رو یادم رفته بازی بشه. نفر بعد. دوستان عزیز پنجه گفته شهردار بیرونه. بله امروز پنجه رو میدیم بیرون دیگه. گفته شهردار بیرونه. نکس هم داده خودش فهمیده چقدر بد ریده. پنجه خودش فهمیده. پنجه بازی حالت خوبه؟
پنجاه بازی هستی؟ گفتی شهر. پنجاه بازی بس نقشت چی اگه راست میگی؟ خب گفتی شهرداری دیگه. دوستان مگه نگفت شهرداره؟ پنجاه گفته شهرداری دیگه. شهردار بیرونه. جف خودش داره لایک نشون میده. بدیم بیرون پنجاه رو بابا. لو رفتی پنجاه بازی. متاسفم ولی لو رفتی. نفر بعد. ببین 3 دکتر 4 جان سخته. آره دیگه 3 دکتر بودی اوکی 4 که جان سخت درسته 4 بازی جان سخت بودی اصلاح کردی جان سخت بودی. نفر بعد. 8 بازی آره 4 بازی جان سخت بود 5 بازی میخوای فوش بدی به چالش نمیدم خاصی فوش بدی بگو صدا رو بیار پایین آقا بازی به چرخه دیگه چالش میدم 5 تا صحبت کن ماشی دیگه شو شدی ولی خب فوش ندیا گفته باشم فوش بدی جرأت داری بیا تو کامنت جرأت داری اگه فوش بدی بازی به چرخه نفر بعد. من ولی چیزی بگم خدایی آدم مافیا میشه احتمال بردش 1% خب الان یه یار اسکلم پدرخوانده آفلاین شده شماره 6 دم که دیگه اومد کددوزی کرد رفت بیرون ولی بگم دیگه خودتون رد کنین منو بدین بیرون بدبختی و مکافات دوستان دکتر بازیم سید شهروند شهردار و کاراگاه سید مافیا پدرخوانده و مافیای ساده الان کسی که ادعای کاراگاه و ادعای شهرداریه اون کیه مافیا چون که این دو تا بیرونه شماره 9 بیا الان تارگت ما شماره 5 5 میدیم بیرون پیروزی از آن ماست نفر بعد. پنجاه بازی آره اعتبار برد مافیا 1% چون وقتی اطلاق نقش داخل بازی اصلا مافیا حق برد نداره. تازه قسم من میخورم میگم آقا وجود پدر دارم من شهر بودم بعد دیگه مافیا شون ولی این دهه کم نیومد دهه قسم خورد واقعا دهه بازی واقعا که پدر مادر ارزش بازی داشت خاک تو سر دهه بازی پنجاه بازی آره اصلا من دوست دارم چرا برد مافیا دارم خودم نمیدونم یکی بهم بگه خدا آره بچرخه بازو اینا رو بردن مثلا یه دست مافیا میشه کنه زیاد. نفر بعد. آقا ما قبول داریم الان اینجا احتمال برد مافیا 1% شاید هم از 1% کمتر ولی ما هیچ کدوممون نمیدونیم مافیا کدومه شاید یه حدس ما اشتباه باشه شاید بگی مثلا یکی بگه 100 مثلا حالا بخوام یکی مثلا تو این نشه 10 زنده بود مثلا یکی مثلا گفت 10 زنده 10 مافیاه بعد در مثلا دیدیم مثلا 6 مافیا بود ما نمیدونیم چی میشه پس الکی تارگت میریم سراغ رای گیری. آره دیگه دوستان پنجاه بازی تو رو خدا بگو پاپای من چیز برده من مافیا من چنده اونا هم بازور بردن بعضی از شهر ببین دیسی ان یهو دست تو دیگه پنجاه بازی به شانس بسته داره دیگه من شهر اسکلن تو کیاس به مافیا یهو دست میکنن رای گیریه من از این بازی خیلی داشتم تو بازی تو هم داشتی ببینیم مثلا کیاس فکر می‌کنی رای گیری به مافیا رای میده مثلا دست میده خیلی سن پنجاه بازی دیگه لو رفتی بدید بیرون. نفر بعد. یه کاری از دستم بر نمیاد خودت 69 بار با مافیا بردی 258 بار با شهر بردی خب من چیکار کنم دیگه به خواب نیمروزی میریم. کدوم انتخاب میکنید؟ آقا اینجا چون اطلاق نقش کردیم اون تایم ویدیو نمیخواستم خیلی زیاد شه نقش و علکی اشتباه گفتم ولی حالا نقش رو میدونستم دیگه متشکرم. شهروندها پیروز شدن. دیگه تمام. تبریک میگم. باورم نمیشه. شهروندها کلین شیت کردن. خیلی بعیده دیگه همچین چیزی ببینم.